سلام دوستان، امروز میخوام باهاتون درباره زندگی و میراث یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مشاهیر تاریخ اسلام حرف بزنم. انسانی که نبوغش هم مرزهای زمان رو در نوردیده و هم گستره فرهنگ‌ها رو شکسته، نه فقط در جهان اسلام بلکه در سراسر دنیا. اسم امام محمد غزالی رو شاید شنیده باشید، کسی که به خصوص توی فلسفه، الهیات، اخلاق و عرفان کلی اسم و رسم داره. خیلیا بهش میگن مجدد اسلام، یعنی کسی که دین رو زنده کرده و حتی بعضی ها میگن بزرگترین متفکر مسلمونه بعد از خود پیامبر. اون با ذهن قوی و عمیقش کلی فکر و فلسفه اسلامی رو یه جور دیگه ساخته و کلی ایده مهم از ترکیب فلسفه، فقه، الهیات و تصوف بیرون کشیده. حالا جالب اینجاست که حتی فکر و ایده هاش روی متفکرای مسیحی و یهودی هم اثر گذاشته، یعنی داستانش فقط محدود به دنیای اسلام نیست. یه سری منتقدای امروزی البته یه خورده زیادی سخت میگیرن و میگن غزالی باعث شد حرکت علمی و فلسفی دوران طلایی اسلام متوقف بشه، ولی واقعیتش پیچیده‌تر از این حرف است. اگه دقیق نگاه کنیم میبینیم کارهاش درهای تازه‌ای به روی معنویت، اخلاق و شناخت باز کرد و باعث شد تمدن اسلامی برای قرنها غنی بشه. پس امروز با ما همراه بشین که با هم بریم سراغ زندگی و کارهای این آدم فوق‌العاده، کسی که هنوزم فکر و ایده‌هاش برای هر کسی که دنبال علم و دانشه الهام بخشه و چالش برانگیز. محمد ابن محمد توسی غزالی، معروف به امام محمد غزالی، تو سال 436 شمسی توی منطقه توس به دنیا آمد، همون جایی که الان بخشی از خراسان امروزیه. راستشو بخواین بچگی و خانواده‌اش باید خیلی خاص بوده باشه، چون نه فقط خودش تبدیل شد به یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ اسلام، بلکه حتی برادر کوچیکترش احمد غزالی هم حسابی مشهور شد، مخصوصا توی دنیای عرفان و تصوف، در حالی که ابو حامد بیشتر به خاطر تأثیرش توی فلسفه و الهیات و فقه معروفه. احمد یه جورایی استاد عشق و معنویت بوده و کلی نوشته درباره سلوک و عشق معنوی از خودش گذاشته. حالا چرا اینقدر غزالی معروفه؟ چون راستش رو بخواید از زمان قرون وسطا تا همین الان کمتر دانشمند مسلمونی بوده که اینقدر توسط پژوهشگرای غربی مطالعه شده باشه. سعی میکنم اینجا یه نگاه جذاب و روون به زندگی و ایده‌هاش بندازیم. غزالی از همون جوونی رفت سراغ علوم دینی زمان خودش، مخصوصاً فقه. حدود 19 سالگی میفرستنش نیشابور که اون موقع یکی از مهمترین مراکز علمی دنیا بوده، پیش یه استاد خیلی معروف به اسم امام الحرمین جوینی. جوینی اون زمان یکی از بزرگترین علما و فقیه‌های دنیای اسلام بوده، متخصص مکتب شافعی و از مدافعای پروپاقرص مکتب اشعری در الهیات. خب معلومه که این استاد تأثیر خیلی زیادی روی غزالی گذاشته، چون غزالی تا آخر عمرش به همین دو مکتب وفادار میمونه. من اینجا یه پرانتز کوتاه باید باز کنم. تو تاریخ اسلام دو تا مکتب خیلی مهم الهیاتی داریم، معتزله و اشاعره. معتزله رو به عقل گرایی میشناسن، یعنی حسابی روی عقل و استدلال تاکید داشتن و میگفتن آدمیزاد با عقل خودش هم میتونه بفهمه چی خوبه و چی بده، حتی بدون اینکه حتما پای وحی و قرآن وسط باشه. اونا خیلی روی آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی آدم‌ها پافشاری میکردن. حالا اشاعره توی خیلی از جاها دقیقاً نقطه مقابل اونا بودن. اونا بیشتر طرفدار نقل و وحی بودن و میگفتن خدا قدرت مطلقه و عقل ما یه جورایی محدوده، پس نباید فکر کنیم که با عقل تنها میتونیم همه چیز رو بفهمیم. تو بحث‌هایی مثل جبر و اختیار هم یه جور موضع میانه داشتن. بعد که جوینی تو سال 464 میمیره، غزالی چند سالی تو نیشابور میمونه و کم کم اسم در میکنه. حتی شروع میکنه به نوشتن کتاب‌هایی درباره
فقه شافعی. ولی نقطه عطف داستان اینجاست. در سال 469 شمسی وزیر سلجوقیان یعنی نظام الملک تصمیم میگیره غزالی رو به عنوان استاد حقوق اسلامی تو مدرسه‌ای که خودش تو بغداد ساخته بود منصوب کنه. یه چند تا از این مدرسه ها بوده به اسم نظامیه که به اسم نظام الملک ساخته شده بودن، ولی خب اون مدرسه بغدادش از همه مهمتر و پرآوازه تره. یعنی اگه بخوام ساده تر بگم معتبرترین مدرسه کل دنیای اسلام اون زمان بوده و این یعنی غزالی با اون سمت به بالاترین جایگاه علمی رسیده. حالا چرا این مدرسه ها ساخته شده بودن؟ چون عباسی‌ها میخواستن یه مدل مشخص از اسلام سنی رو که به نظرشون اسلام راستینه تبلیغ کنن و جلو ببرن. تو اون زمان خلافت فاطمیون که توی مصر قدرتی داشتن و شیعه اسماعیلی بودن یه تهدید سیاسی و مذهبی جدی برای عباسی‌ها حساب میشد. خلاصه که غزالی درست وسط این جریان‌ها و رقابت‌های بزرگ قرار میگیره. داستان اینه که اون موقع فاطمیون اسماعیلی یه نگاه کاملا متفاوت به الهیات داشتن نسبت به چیزی که عباسی‌ها به عنوان اسلام ارتدوکس سنی تبلیغ می‌کردن. برای همین از هر دو جهت یعنی هم سیاسی هم مذهبی تهدید حساب می‌شدن. پس نظام الملک این مدارس نظامیه رو تا حد زیادی ساخت که جلوی نفوذ آموزه‌های اسماعیلی رو بگیره، چون این آموزه ها روز به روز محبوب تر می شدن. البته فقط اسماعیلی ها نبودن، کلی گروه دیگه هم بودن که از نظر حکومت منحرف حساب می شدن. برای همین برنامه درسی این مدرسه ها خیلی وقتها حالت جدلی و دفاعی داشت. یعنی عملاً برای رد کردن و کوبیدن مکتب هایی مثل اسماعیلیه و حتی فلسفه یونانی طراحی شده بود. همونطور که جلوتر حالا بهتون میگم. یه نمونه واضحش اینه که یکی از اولین کتاب‌هایی که غزالی وقتی میرسه به بغداد مینویسه اسمش هست الفضائح الباطنیه، یعنی همون رسوایی باطنیان که در واقع حمله مستقیم به همین گروه‌های باطنی مثل اسماعیلی ها بود. چند سال بعدی رو غزالی تو بغداد میگذرونه، اونم تو بالاترین جایگاه علمی، تو معروفترین مدرسه کل دنیای اسلام. طبیعتاً شهرتش میره بالا، معروف بود به خطابه های فوق‌العاده و هوش بی‌نظیرش. باطنیان کسانی بودند که میگفتند دین فقط به ظاهر احکام و شریعت محدود نمیشه و یه لایه پنهان و باطنی داره که فقط با راهنمایی امام معصوم یا رهبران خاص میشه بهش رسید. معروفترینشون اسماعیلی ها بودند که به امامت اسماعیل ابن جعفر اعتقاد داشتند و عقاید فلسفی و رمزی خاصی داشتند. برای همین خیلی وقتها آموزه هاشون برای دیگران پیچیده به نظر می رسید. حالا توی ویدیوهای بعدی راجع به اسماعیلیه بیشتر براتون صحبت می کنم. غزالی نگاه خیلی تندی به باطنیان داشت و معتقد بود خطر اصلی اونا اینه که عقل و استدلال رو کنار میذارن و میگن فقط امام معصوم میتونه معنی واقعی دین رو بفهمه. به نظر غزالی این کار باعث میشه مردم فکر نکنن و فقط کورکورانه از یه عده خاصی پیروی کنن که این از نظرش هم خطر سیاسی داشت و هم خطر دینی. غزالی میگفت باطنی ها با تأکید زیاد روی رمز و باطن مردم رو از شریعت و عمل دور میکنن و جامعه رو به سمت هرج و مرج فکری میبرن. به همین خاطر توی کتابهایی مثل الفضائح الباطنیه تلاش کرد نشون بده که استدلالهای اونا پوچه و باید با عقل و دلایل منطقی باهاشون مقابله کرد. یه نکته جالب این که اون موقع‌ها دیگه غزالی زن و بچه داشت و به لحاظ اجتماعی آدم فوق‌العاده موفق به حساب می اومد. میرفت تو بحث‌های الهیات و فلسفه شرکت میکرد و کلی هم کتاب نوشته بود. کل زندگی علمیش رو اون موقع بر پایه عقل و استدلال بنا کرده بود، یعنی یه پا کتاب خون بود و محقق تمام عیار. مثلا یکی از مهمترین کتاب‌هایی که تو همین دوران می‌نویسه اسمش هست الاقتصاد فی الاعتقاد یا همون میانه روی در باور.
که مهمترین اثرشه توی حوزه الهیات و نشون میده چقدر پایبند مکتب اشعری بوده. حالا اون موقع بحث بین مکتب‌های کلامی یعنی همون الهیات سیستماتیک و فلسفه خیلی داغ بود، مخصوصا سر فلسفه‌ای که از منابع یونانی اومده بود. این جنگ فکری سالها جریان داشت. یه سمت ماجرا فیلسوف‌هایی بودن مثل ابن سینا و فارابی و طرف دیگه غزالی که با شاهکارش تحافت الفلاسفه به معنی تناقض‌گویی فلاسفه که یکی از مهمترین نقدها رو به فلاسفه تو این جدال تاریخی وارد کرد. غزالی این کتاب رو دقیقاً تو همون دوران اقامتش توی بغداد، زمانی که استاد مدرسه نظامیه بود، نوشت. توی این کتاب غزالی مستقیما میره سراغ فیلسوفای بزرگ زمان خودش که تحت تأثیر ارسطو بودن. این فیلسوفا معتقد بودن بین علت و معلول یه ارتباط ضروری وجود داره. مثلا آتش ذاتاً قدرت سوزوندن داره، ولی غزالی خیلی جدی با این حرف مخالفه و میگه اون چیزی که ما به عنوان علت و معلول میبینیم اصلاً یه رابطه ذاتی نیست، فقط یه الگوئه که ما عادت کردیم ببینیم و در واقع پشت همه چی اراده خداست. یعنی وقتی آتش پنبه رو میسوزونه، اینطور نیست که خود آتش قدرت داشته باشه، بلکه این خداست که در اون لحظه هم آتش رو میخواد و هم سوزوندن رو. این نگاه که بهش میگن اتفاق گرایی میگه هیچ مخلوقی قدرت واقعی نداره، همه چیز دست خداست. در واقع غزالی اصل استقرا زدن توی علوم طبیعی رو رد میکنه. میگه نمیشه با دیدن یه پدیده درباره رابطه علی و معلولی اون پدیده اظهار نظر کرد. قرنها بعد از غزالی یه فیلسوف اسکاتلندی به اسم دیوید هیوم اومد و حرفای خیلی شبیه به اون زد و حتی بیشتر گسترشش داد، البته احتمالاً بدون اینکه اصلاً از کارهای غزالی خبر داشته باشه. تو کتاباش مثل رساله‌ای درباره طبیعت انسان و پژوهشی در باب فهم انسانی، هیوم میگفت ببینید ما هیچ وقت ارتباط ضروری بین اتفاقها رو به چشم نمیبینیم، فقط میبینیم یه سری چیزا هی پشت سر هم تکرار میشن، درست مثل حرفی که غزالی میزد. هیوم هم نتیجه گرفت که علیت یه ویژگی ذاتی جهان نیست، بلکه یه عادت ذهنیه، یه انتظاری که مغز ما به خاطر تجربه‌های تکراری برای خودش ساخته. جالبه بدونید که آثار هیوم تبدیل شد به یه پایه فلسفی تجربه گرایی غرب، چون فرضیه این که عقل میتونه علیت رو قطعی و مطمئن بفهمه رو به چالش کشید و باعث شد فیلسوفا مستقیم برن سراغ محدودیت‌های دانش انسانی، چیزی که غزالی قرنها قبل تو سنت فکری اسلامی به شکل خیره کننده پیش بینی کرده بود. البته تحافت الفلاسفه فقط درباره علیت نبود. غزالی تو این کتاب میاد 20 تا از نظرهای فیلسوفا رو نقد میکنه و 3 تاشو یه طور خاص خیلی خطرناک میدونه. یکی این که دنیا ازلی و همیشگی بوده، یکی این که خدا فقط کلیات رو میدونه و جزئیات رو نمیدونه و یکی هم این که قیامت فقط روحانیه و خبری از رستاخیز جسمانی نیست. از نظر غزالی اینا فقط اشتباه نبودن، رسما کفر بودن و هر کی مثل ابن سینا اینا رو قبول میکرد به نظرش کافر محسوب میشد. وقتی غزالی میگه دنیا ازلی نیست، داره روی یکی از پایه‌های اصلی ایمان اسلامی دست میذاره، اینکه فقط خدا خالقه و همه چی وابسته به اراده اونه. فیلسوفایی مثل ابن سینا میگفتن خدا و جهان هر دو ازلی هستند و جهان همیشه همراه خدا بوده، اصلا شروعی نداشته. ولی غزالی میگه اگه اینجوری باشه پس دیگه جهان مخلوق نیست و نیازی به خالق نداره، که این یعنی کل جایگاه خدا به عنوان آفریننده زیر سوال میره. به نظرش هر چیزی غیر از خدا، یعنی هر چی که حادثه، نیاز به علت و خالق داره و جهان یکی از همین چیزاست که یه لحظه خاص با اراده خدا به وجود اومده. خلاصه ازلیت جهان با اصل توحید و خالقیت خدا جور در نمیاد. تو بحث علم خدا غزالی خیلی محکم جلوی این نظر وای میسته که میگه خدا فقط کلیاتو میدونه و کاری به جزئیات نداره. این حرف که از فلسفه ارسطویی و نوع
افلاطونی اومده بود میگفت خدا چون ثابته و بدون تغییره علمی کسب نمیکنه، پس علمش درباره جزئیات نیست. ولی غزالی میگه قرآن و حدیث بارها میگن خدا حتی افتادن یه برگ یا وسوسه های تو دل آدمو میدونه. پس اگه بگیم از جزئیات خبر نداره، کل عدالت الهی و مفهوم پاداش و عذاب به هم میریزه. حالا درباره معاد غزالی میگفت قیامت فقط یه تجربه روحانی و ذهنی نیست، بلکه جسمانی هم هست. فیلسوفایی مثل ابن سینا میگفتن بعد از مرگ فقط روح میمونه و جسم تموم میشه. ولی غزالی با تکیه به قرآن و حدیث میگفت نه، قیامت یعنی هم روح و هم جسم دوباره زنده میشن و پاداش و عذاب به هر دو وارد میشه. برای غزالی این بحثا فقط فلسفی بازی نبودن. غزالی تو کتاب تحافت الفلاسفه اینجوری میگه: منشأ کفر این گروه چیزی نیست جز شنیدن نامهای هولانگیزی چون سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو و امثال ایشان. وقتی این نامهای بزرگ به گوش آنها رسید و آنچه را که از عقاید ایشان نقل شده بود موافق طبع خویش یافتند، اعتقاد به کفر را زینت خود ساختند تا به گمان خودشان در شمار فاضلان قرار گیرند و در سلک آنها درآیند و از همراهی با توده های مردم عادی برتر نشینند و از بسنده کردن به دینهای اجدادشان بپرهیزند. برای غزالی این بحثا فقط فلسفه بازی نبود، براش خط قرمز الهیاتی بود که اگه زیر پا گذاشته میشد یعنی دیگه پایبندی به ایمان اسلامی زیر سوال میرفت. به همین خاطر با تمام قدرت و مهارت استدلالی که داشت رفت سراغ نقد این نظرها و میخواست واسه همیشه این دیدگاه‌های فلسفی رو از فکر جهان اسلام حذف کنه. براش این دفاع از ایمان بخشی از همون آتش درونیش برای رسیدن به دانش واقعی، دانشی که فقط تو شناخت خدا معنا پیدا می‌کرد. غزالی یه جورایی شبیه به دکارت بود، از این نظر که همه چی رو می‌برد زیر سوال، اصلاً مطمئن نبود که میشه چیزی رو واقعاً دونست یا نه. خودش میگه یه جور بیماری عجیب گرفتم که 2 ماه طول کشید. تو این مدت از درون شکاک بودم، حتی اگه از بیرون نشون نمیداد. آخرش خدا خودش منو شفا داد و دوباره تونستم به بدیهیات عقل اعتماد کنم. اما این با دلیل و برهان به دست نیومد. انگار نوری بود که خدا توی دل من انداخت و همون نور کلید خیلی از دانسته هاست. ولی خب این تازه اول ماجرا بود. بعد از چند سال کار و موفقیت بزرگ تو بغداد باز یه بحران دیگه سراغش اومد. سال 473 بود که یهو فهمید همه اون تلاشای عقلانیش، کل شهرتش و موفقیتی که به دست آورده بود اصلا برای خدا و حقیقت نبوده، برای شهرت و مقام بوده. خودش صادقانه اعتراف میکنه که انگیزه اصلیش خودخواهی بوده، نه عشق به دانش واقعی. این فکر اونقدر فشار روش آورد که از نظر روحی و حتی جسمی به هم ریخت و دیگه نتونست درس بده. کم کم شروع کرد به شک کردن به کل رویکرد عقل محورش بدین، چیزی که تا اون موقع زندگیشو براش گذاشته بود. خودش میگه یه روز نشستم به خودم نگاه کردم، دیدم غرق شدم تو دلبستگی هایی که از همه طرف دورم کردن. به کارام فکر کردم که بهترینش همین درس دادنه و دیدم اونا تو مسیر آخرت هیچ اهمیتی ندارن. حتی به نیت خودم نگاه کردم و فهمیدم برای خدا نبوده، برای شهرت و اعتبار بوده. اون لحظه فهمیدم لب پرتگاهم و اگه مسیرم رو عوض نکنم سقوط میکنم. یه نکته جالب دیگه هم اینه که برادر کوچیکش احمد غزالی که قبلا دربارش حرف زدیم از همون اول یه مسیر دیگه رفته بود. اون صوفی بود، یه درویش زاهد و بعدها حتی یکی از معروفترین شاعران صوفی فارسی زبان شد. غزالی بزرگتر هم کم کم تحت تأثیر احمد و کلیت جریان صوفیانه تصمیم گرفت راهشو عوض کنه. دیگه دنبال دانش از راه کتاب و استدلال و مناظره نبود، بلکه میخواست از راه تجربه شخصی و چشیدن حقیقت، یعنی همون چیزی که صوفیا بهش میگن ذوق، به خدا و دانش واقعی برسه. به همین دلیل غزالی قصد سفر میکنه، یه مقدار پول برای خانواده‌اش کنار میذاره و باقی داراییش رو صرف امور خیریه میکنه. به اطرافیانش هم میگه میخوام برم مکه برای زیارت.
برادرش رو هم گذاشت جای خودش که کلاس ها رو بچرخونه، ولی واقعیت این بود که فقط دنبال یه سفر زیارتی نبود، داشت میرفت یه سفر بزرگ، هم بیرونی هم درونی، برای اینکه دنبال حقیقت و شناخت واقعی از راه عرفان بگرده. عملاً همه چی رو ول کرد، حتی خانواده‌اش رو، و شروع کرد به سرگردونی. یه مدت تو مسجد بزرگ اموی تو دمشق گوشه نشینی کرد، بعد رفت مکه برای زیارت، اما بعدش هیچی. واقعا نمیدونیم دقیقاً کجا بود یا چی کار کرد. 11 سال ناپدید بود. احتمالاً این مدت رو مدام مشغول دعا، مراقبه و تمرین‌های معنوی بود. وقتی بعد از 11 سال برگشت، یه آدم کاملاً دگرگون شده بود. این همون نقطه‌ایه که غزالی رو غزالی میکنه. از اینجا به بعده که تبدیل میشه به یه شخصیت خاص و الهام بخش، چون به این نتیجه رسیده بود که همه این تجربه هایی که عرفای قبل از خودش حرف زده بودن واقعی هن. اون با تجربه مستقیم به حقیقت و دانش واقعی رسیده بود. بعد از یه مدت حدود سال 485 برگشت پیش خانواده‌اش، دوباره تدریس رو شروع کرد و آخر سر هم برگشت به زادگاهش توس، جایی که تو سال 490 شمسی یا 1111 میلادی فوت کرد. غزالی کل عمرش رو صرف دانش کرد و راههایی رو جستجو کرد که اونو به خدا برسونه و آخرش اون رو توی تصوف پیدا کرد. البته این به این معنی نبود که عقل و استدلال رو کلاً ول کنه، همچنان مینوشت و به الهیات و مکتب اشعری وفادار بود، حتی اگه نقدای جدی به عقلگرایی محض داشت. تو همون 11 سالی که غزالی گوشه‌گیر شده بود، مهمترین و مشهورترین اثرش رو نوشت، احیاء علوم دین. این کتاب تو دنیای اسلام خیلی حائز اهمیته. بعضیا میگن بعد از قرآن و حدیث پرخواننده ترین و مهمترین کتاب اسلامیه و یه تأثیر بسیار زیاد روی فکر و فرهنگ اسلامی گذاشته. این کتاب یه جور خلاصه از همه چیزه: اصول ایمان، آداب اجتماعی و مهمتر از همه چطور میشه یه زندگی پرهیزکارانه و معنوی داشت. کتاب 4 تا بخش داره، ولی اون 2 تا بخش آخرش خاصه، چون میره سراغ مسائل روحانی و عرفانی، یعنی دقیقاً جایی که قلب و هدف اصلی عبادت ها رو توضیح میده و خواننده رو قدم به قدم میبره سمت یه زندگی عرفانی و عمیق. یه کار مهمی که غزالی با این کتاب کرد این بود که سعی کرد بین الهیات رسمی اسلامی و تصوف یه پل بزنه، یعنی عرفان رو با اصول درست و محکم دینی تلفیق کنه. همین باعث شد که خیلی ها بگن اصلا تصوف به خاطر غزالی و احیاء علوم دین بود که اینقدر تو دنیای اسلام شکوفا شد. حتی الان هم این کتاب ها جایگاه ویژه‌ای دارن. نسخه ها و خلاصه هاش حتی برای بچه ها نوشته میشه و یکی از پایه های اخلاق اسلامی محسوب میشه. اینجا میرسیم به کتاب کیمیای سعادت غزالی. کیمیای سعادت نوعی نسخه ساده شده و فارسی شده همون احیاء علوم دینه. غزالی چون میخواست آموزه ها فقط بین علما و عربیدان ها نباشه، تصمیم گرفت نسخه ای از اون مفاهیم عمیق رو به زبون فارسی بنویسه برای مردم عادی، برای اونایی که شاید به عربی تسلط نداشته باشن، چون زبان علمی اون زمان عربی بود، همینطور که زبان علمی الان انگلیسیه. این شد که کیمیای سعادت رو نوشت. اینجا منظور غزالی اینه که اگه معنویت رو بفهمی خودت هم سعادتمند میشی. زبان کیمیای سعادت خیلی لطیف و دلنشینه، یه جورایی آدمو یاد نصر سعدی میندازه، پر از پند و حکمت و قصه و تمثیل. غزالی توی این کتاب فقط بحثای خشک و فلسفی نمیکنه، میاد با زبانی نرم و دلنشین، با حکایت‌ها و مثل، با نصیحت‌های پدرانه به مردم میگه چطور میتونن به یه زندگی خوب و پرمعنا برسن. درباره چیزایی مثل اخلاق، تهذیب نفس، ترک دنیا طلبی، نیت خالص و رابطه قلبی با خدا صحبت میکنه. غزالی تو کتاب کیمیای سعادت اینطوری میگه: و سبب هلاک دل آدمی آن است که به دوستی چیزی جز حق تعالی مستغرق شود و تعهد تن برای دل می باید که تن فانی است و دل باقی
و تن دل را همچون اشتر است حاجی را در راه حج، که اشتر برای حاجی باشد نه حاجی برای اشتر. اگرچه حاجی را به ضرورت تعهد اشتر باید کرد به علف و آب و جامه تا آنگه که به کعبه رسد و از رنج وی برهد، ولکن باید که تعهد وی به قدر حاجت کند. پس اگر همه روزگار در علف دادن و آراستن و تعهد کردن وی کوشد، از قافله باز ماند و هلاک شود. و همچنین آدمی اگر همه روزگار در تعهد کردن تن کوشد تا قوت به جای دارد و اسباب هلاک از وی دور دارد که از سعادت خیش باز ماند. یه بخش مهمش اینه که غزالی توی کیمیای سعادت خیلی به تسویه درون و ساختن دل میپردازه. میگه ظاهر عبادت کافی نیست، باید دل پاک باشه، نیت خالص باشه و هر کاری رو فقط برای خدا انجام بدی. حتی میگه علم و دانش اگه فقط برای شهرت و مقام باشه خطرناکتر از جاهلیته. حالا جالبه که با وجود این همه تأثیر مثبت، غزالی کلی منتقد داره. مثلا تو یوتیوب نگاه کنید، نیل دگراس تایسون فیزیکدان معروف تو سخنرانی‌هاش گفته غزالی باعث شد دوران طلایی علمی اسلام تموم بشه چون با فلسفه و علم مخالف بود. خب این حرف خیلی منصفانه نیست و کوتاه بینی گوینده رو نشون میده. و حتی یه شایعه خنده‌دار هست که میگه غزالی ریاضی رو کار شیطون میدونست. این حرفا خیلی دقیق نیست و بیشتر تبدیل شده به یه جور باور عمومی. اشتباه البته. خیلی از چیزایی که به غزالی نسبت میدن اصلا واقعیت نداره، ولی خب بحث دربارش هنوزم داغه. برخلاف چیزی که خیلی ها فکر میکنن، غزالی اصلا آدمی نبود که از ریاضیات بدش بیاد. اتفاقا برعکس، همونطور که قبلا هم گفتیم، با اینکه نسبت به خیلی از فیلسوفا نگاه انتقادی داشت، ولی همه ایده ها و روش هاشونو یه جا رد نمیکرد. از بین همه چیزایی که سرشون بحث بود، ریاضی یکی از اون چیزایی بود که واقعا به دلش مینشست، چون براش یه جور قطعیت علمی می آورد و حس رضایت میداد بهش. درسته که نقدش به فیلسوفا ضربه بزرگی به فلسفه وارد کرد و باعث شد اندیشه اسلامی از مسیر فلسفه یونانی کم کم دور بشه و بره به سمت الهیات اشعری و تصوف. اما این معنیش این نیست که فلسفه کلاً مرد یا غیب شد، نه. حتی علم کلام خودش یه جور الهیات فلسفیه. تصوف هم پر از عناصر فلسفی و تفکرات عمیقه. تأثیر ارسطو و مکتب نوافلاطونی همچنان غیر مستقیم ادامه پیدا کرد، مثلا توی تصوف نظری یا تو کار علمای کلام. حتی اون سنت فلسفی که غزالی ازش انتقاد کرده بود کاملا از بین نرفت. یه جورایی خودش رو با شرایط جدید وفق داد و تو قالب تازه‌ای رشد کرد. مثلا ابن رشد که بعد از غزالی اومد، یکی از بزرگترین فیلسوفای زمان خودش شد، هرچند انصافاً بیشتر روی اروپا تأثیر گذاشت تا جهان اسلام. ولی اگه بخوایم مثال بهتر بزنیم، باید بریم سراغ مکتب‌هایی مثل مکتب اصفهان تو دوره صفویه، با فیلسوفایی مثل میرداماد و ملا صدرا که واقعاً اندیشه فلسفی رو تو ایران بردن به اوج. پس خلاصه داستان خیلی پیچیده تر از این حرف هست که بگیم غزالی یه تنه فلسفه رو کشت. یه چیزی که خیلی مهمه و خیلی ها وقتی درباره غزالی حرف میزنن اصلا بهش توجه نمیکنن، اینه که حمله ها فقط از طرف خودش یا همفکرانش نبود. اون موقع کلی جریان فکری دیگه هم بود که هدف حمله قرار می گرفتن. مثلا باطنی ها مثل اسماعیلیه یا بعضی شاخه های فلسفی که از مکتب یونانی می اومدن، همه اینا زیر ضرب می رفتن تا یه نوع اسلام ارتدوکس و یک دست تبلیغ بشه. خب معلومه که این موضوع اهمیت زیادی داشت، چون اون مدرسه ها و نهادهایی که اون فکرها رو پیش می بردن مثل مدرسه نظامیه خیلی قدرت و نفوذ داشتن. راستشو بخوای خود نظام الملک رو میشه یکی از مهره‌های اصلی تغییر مسیر فکری اون دوران دونست. حالا یه نکته خیلی مهم دیگه که اغلب یادمون میره حمله مغول هاست، همون بمب اتم قرون وسطا. قرن 13 که مغولا اومدن و بخش بزرگی از جهان اسلام رو تار و مار کردن، عملاً همه چی رو نابود کردن، از جمله بغداد رو که سال 1258 میلادی غارت کردن.
دیگه فکر کن مراکز علمی و آموزشی و کتابخونه ها و حتی بیت الحکمه معروف تو بغداد همه رفتن رو هوا. خب معلومه که این ویرانی عظیم ضربه خیلی سنگینی به پیشرفت علمی و فلسفی زد. پس اگه بخوایم همه چیز رو بندازیم گردن غزالی و بگیم اون باعث عقب گردی فکری شد، داریم تاریخ رو خیلی ساده و ناقص روایت میکنیم. تو کتاب المنفذ من الظلال شرح سیر معنوی خودش و به دور انداختن تقلید رو اینطوری بیان میکنه. اون شرح میده که چطوری ابتدا در همه چی شک و بعد برای واقف شدن بر حقیقت به اجتهاد و استدلال روی میاره. ابتدا از کلام شروع کرد و اونو کافی ندونست، بعد به فلسفه رو آورد ولی فهمید که از اون هم دردی دوا نمیشه و فلاسفه به ویژه در الهیات دچار اشتباهات هستند. پس به باطنیان روی آورد و اونم باطل دونست و کتاب‌های مختلفی در رد باطنیان نوشت. در نهایت روی آورد به تصوف و آثار بزرگان صوفیه مثل قوة القلوب و آثار حارس محاسبی و شبلی و جنید بغدادی و بایزید بسطامی رو خوند و تحت تأثیر شدید قرار گرفت. عملاً دلبستگی های دنیوی و جاه و مقام رو گذاشت کنار و به خلوت و عبادت و ارشاد معنوی مشغول شد. راستشو بخواید به نظر من یکی از جالبترین و الهام بخشترین چیزای کل زندگی غزالی همین مسیر شخصیشه. ببین چقدر شجاعت و شفافیت لازم داره که بفهمی و صادقانه به خودت اعتراف کنی که کل حرف و موفقیتت تا اون موقع بر اساس خودخواهی و دنبال شهرت دویدن بوده. بعدش بلند چی بری دنبال یه سفر معنوی عمیق تا زندگی تو عوض کنی. تازه جالب تر این که خودش اینا رو تو نوشته هاش اعتراف میکنه، یعنی رک و راست میگه که کجاها شک داشته و چیها اذیتش کرده. همچین صداقت و فروتنی رو خیلی کم تو تاریخ میبینیم. به نظرم این دقیقاً همون چیزیه که هممون میتونیم ازش یاد بگیریم و سعی کنیم تو مسیر زندگیمون به کار ببریم. متاسفانه با اینکه غزالی یکی از بزرگترین متفکران و مشاهیر تاریخ اسلامه و آثارش تو کل دنیای اسلام تأثیر عمیقی گذاشته، تو خود ایران اونقدرها که باید شناخته شده نیست. شاید چون بیشتر به عنوان یه چهره دینی و روحانی سنی شناخته میشه، در حالی که تاریخ فکری و مذهبی ایران بعد از صفوی بیشتر تحت تأثیر تشیع و فیلسوفای شیعه مثل ملا صدرا و مکتب اصفهان بوده. مقبره غزالی هم توی یه جایی توی طوس نزدیک مقبره فردوسیه که اصلاً بهش رسیدگی نمیشه و خبری از اون شکوه و جلالی که مقبره بزرگانی مثل فردوسی دارن نیست. انگار که کم کم حضورش تو حافظه جمعی ایرانی ها کم رنگ شده، حتی با وجود عظمت و جایگاهی که تو جهان اسلام داره. اخیراً عبدالکریم سروش هم به صورت خیلی مفصل کتاب کیمیای سعادت رو بررسی کرده و توضیح داده که تو بخش توضیحات همین ویدیو بهش لینک میدم. ممنون که با ما همراه بودین. اگه سوالی داشتین یا نظری دارین حتما تو کامنت ها بنویسید و اگه موضوعی هست که دوست دارید در موردش حرف بزنیم بگید تا تو قسمت های بعدی بهش برسیم. مرسی که با من بودید. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.